خوش اومدین به یه ولاگ آخر هفته دیگه با من. امروز قراره بریم شلوغ‌ترین مرکز خرید تهران، یعنی باملند. اولین جایی که توجهمو جلب کرد کانتینر ویتیو بود که خیلی دوستش داشتم و رفتم با جزئیات محصولاتش رو نگاه کردم. بعد این گل فروشی خیلی خوشگل بود، اصلا دیزاینش منو کشت. بعدم گفتم تا آفتاب نرفته یه ذره از دریاچه براتون ویدیو بگیرم و همینجوری قدم زنان رفتیم. اینجا هم شهر بازیش بود که من خیلی دوست داشتم از این تابا سوارشم ولی ترسیدم دیگه. یه خورده رفتیم داخل پاساژ و لباس فروشی ها رو نگاه کردیم. حالا برندهای مختلف بود، اکثرا تخفیف داشتن و همین دیگه. اینجا هم هی رفتیم. اینجا هم منو در آینه میبینید و رسیدیم به سوپرمارکت خارجی. نگم براتون اینجا هم یه لوکیشنی بودش که انگار بازی داشتش و قسمت مورد علاقه من کتاب فروشی. از اونجایی که میدونین اگه ویدیوهای منو دیده باشین، طولانی ترین بخش ویدیوها مربوط به کتاب فروشی. من عاشق کتاب و محصولاتی هم که کتاب فروشی ها دارن. اینجا هم عاشق کاغذ کادوها شدم ولی جلو خودم گرفتم و همچنان میبینید که توی کتاب فروشی هستیم و رفتیم یه رستوران خفن. بچه‌ها خیلی خوب بود، هم غذاشون خوب بود، هم فضاش خیلی عالی بود و دیزاینش هم که محشر بود. نگم براتون، فقط بخوام صادق باشم باهاتون، یک مقداری رقص نور چشم منو اذیت کردم.